الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. برادر سوال نمودند که یک شخصی میگوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعضی از مسائل و بعضی از جزئیات ها را به امتشان بیان نکرده اند. آیا همین درست است؟ البته این سخن درست نیست و این سخنی کفری هست، بلکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دین را کاملا شاملا از همه جهت بیان نموده اند. برای همین است که الله سبحانه و تعالی میگوید اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا. امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را به شما پره قرار دادم و دین اسلام را به شما رضا گردانیدم. بارک الله فیکم. البته این به نهایت آیت بزرگ است و معنای بزرگ دارد و هر یک مؤمن واقعی و موحد را در حالت شنیدنش خرسندی می آرد. وقتی که بنده این آیت را تلاوت می کنم به نهایت قلباً ظاهراً و باطناً خوشنود و سعادتمند خود را حس می کنم، چرا که در حقیقت دین ما کامل است، پره است و هیچ چیزی را که از جانب الله به سوی ما فرستاده شده بود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پنهان نکرده اند یا بیان نکرده فراموش کرده نگذاشته اند، بلکه هر یک مسئله و جزئیات بیان شده است، خواه از جانب عبادت، خواه از جانب الکفر بالطاغوت، خواه از جانب بگویم توحید، خواه از جانب مسائل بیان کفریات نواقض الاسلام شکننده، خواه از جانب معاملات، خواه از جانب آداب و اخلاق و نکاح و غیره، خواه از جانب سیاست و دولتداری، همه اش با تمام جزئیاتش بیان شده است. و در حقیقت این نشان دهنده بزرگی الله سبحانه و تعالی هست و نشان دهنده این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم بزرگترین و خلیل الله هستند، بزرگترین رسول و خلیل الله هستند. پس بارک الله فیکم، این سخن درست نیست و این سخن اهل روافض است. رافضه ها این سخن را میگن که رسول الله بعضی چیز را فراموش کردن یا که پنهان کردن. اعوذ بالله من ذلک. عقیده ما این است که هر کسی که این سخن را میگه این سخنش کفر است، توبه بکند و بازگردد. و البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تمام چیز را رسانیده اند. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.